من یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم شما دارید از سادگی من سوء استفاده میکنید. خواهش میکنم که من رو حداقل کنترل کنید. اگر اینجوری نباشه معلوم نیست بعد از این من قراره از جنیفر لوپز بخونم چه کار کنم. شماها بهتر از من میدونید که من چه حساسیت شدید روی دست دارم. وقتی که تنین صدای دستهای شما از یه حدی بیشتر میشه دست خودم نیست، من دیوانه میشم. در ادامه صحبتم میخوام بگم که چقدر ما ایرانی ها انسان های باحالی هستیم. ببین این نمونش، جایی که نباید دست بزنی من دارم حرف میزنم دست میزنم. واقعا تحسین برانگیز این لجبازی شما. هر مشکلی که پیش میاد ببینید اگر به شما باشه بدتون نمیاد که من یک حرکت بدنی هم انجام بدم اینجا، منتها این حرکات عاقبت خوبی نداره. جوک درست میکنیم. یکی از بچه های همسایه ما 2 تا پراید داشت، الان مدتی نیست، فکر کنم زده تو کار ساخت ساز رفته خارج. یعنی اینقدر این قضیه رفت بالا. بعد موضوع پسته پیش اومد، انقدری که همین محمود شهریاری برای من SMS زد. این روزها تقریبا دمدمای عید بود. اگر از کنار یک آجیل فروشی رد میشی و از پشت شیشه خشکبار چشمت به این کیسه های پسته های خندان میفته، اگه دلت شکست مارم دعا کن. تا حدی که حالت تقدس پیدا کرد این موضوع. منم برعکس دادم، من انقدر گرفتارم که اصلا نمیتونم به پسته فکر کنم، اما اگه تو پیاز دیدی و اشکت در اومد از من یادی بکن. برای من SMS داده پسته کیلو 24,000 تومان تحویل شهریور 92. یه سال خواب داره داستان. تا کجا بخواد؟ میگفت یه پاکت کوچولو نخود چی خرید. در تمام دنیا فقط یک مرد ایرانی میتونه در اتاقی که نامحرم هست در بزنه، یه یالا بگه و در کمتر از 1000 ثانیه بره تو. و فرصت نداری چیزی سرش کنه. آخه چه کار داری میکنی؟ و فقط ما هستیم که جنس میخریم میدیم 20 جا دیگه قیمت میکنیم. چرا؟ چون اونم یه کار دیگه میکنه، میزنه حراج، دوباره همون شغل میزنه حراج به علت تغییر شغل، هفته دیگه میبینی همون شغل دوباره زده. وقتی اون این کارو میکنه تو هم میری 10 جا قیمت میکنی. بله داستان از این قرار. اما اشاره میکنن که وقت بنده تمام. مگه شما خسته شدین؟ من از آقای ابراهیم عزیز مسئول حراست، آقای محمدی، آقای وکیلی، دوستانی که همیشه حمایت کردن من رو، به خاطر همین من هیچی نشدم، یه دست خیلی قشنگ به افتخارشون بزن. خواهش میکنم. زیاد زحمت میکشن اینجا دوستان. گشتم شب بی ستاره موندم پای تو دوباره، این بابا اون با نکن قلب شاید آمنی تو حرفات ولی با منی حس تو باشا نکن منو میکشی. آخ دل دیگه نداره بابا که مال منی من با تو هم نمیدونی چه سخت اگه یار تو ببینی که بختت داره با میشه از رو سر من. دور تو کی واسه کی تب داری ای وای نفهمه که برنجه ازت انگار داره رنج و عذاب و حسد. رنج و عذاب و حسد، حسادت چیز بسیار بدیه. مولای متقیان علی علیه السلام میفرماید حسادت چونان آتشی جسم و روح شما را میسوزاند و ذوب میکند. حسادت نوعی اعتراف به حقارت خیشتنه. کسی که حسودی میکنه اتفاقا اونهایی که حسادت نمیکنن بیشتر به دست میارن. داشتم در مورد بچه‌ها تعجب میکنم از شما، علیرغم اینکه آقای محمود شهریاری اعلام کرد که برنامه شاد هست و شما هم کمابیش منو میشناسید. من واقعا تشکر میکنم از این 3 نفری که از اول دست میزنن. سایر عزیزان هم توی راحت باشن. تعجب میکنم حتی تردید داری تو این که بخوای هیجان خودتو یا شادی خودتو بروز بدی. ممکنه بعضا دنبال بهونه باشی. For example
برای مثال ممکنه بهونت مثلا قیمت پراید باشه. اصلا اون که من شنیدم حل شده. من شنیدم امروز پراید شده 7.5. ببین میخندی، برات جوک شده. اگر قبل از این کسی به تو میگفت پراید 8 تومن میگفتی برو پراید 7. الان که میگم میخندی چون باورت نمیشه. به یکی از دوستانم چندی قبل میگفتم فلانی میدونی آیا چرا در ایران پراید شده ملاک و معیار قیمت خودرو؟ گفت نخیر. گفتم به خاطر اینکه ما عادت کردیم کوچیک فکر کنیم. چرا هیچ کس نمیگه مازراتی چند؟ 1 میلیارد خورده ای قیمتش. بنز اس500 چند؟ پورشه پانمرا چند؟ گیر دادی به پراید. یکی از راههای رسیدن به خدا پراید بود که اونم گرم شد. آره دیگه، پراید میخریدی، تصادف میکردی، یه راست میرفتی پیش خدا. داستان همینجا تموم میشه. همین مازراتی که گفتن محصول کشور ایتالیاست. در همین کشور ایتالیا خودرویی تولید میشه تحت عنوان بوگاتی ویرون. بوگاتی ویرون از نظر ابعاد و اندازه پراید تقریبا بات، اما بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت داره. اون وقت پراید 63 خر بی بخار. همه میرن پراید از بس لحظات دستان مجا بالای مامان. هنو اینجوری به من نگاه نکن، با نگاه قلب منو صدا نکن. هنو بس منو دیوونه نکن، ما تو دست باد شونه نکن.